سلام. حالا که پاییز شروع شده و داریم وارد فصل آنفولانزا میشیم، بیایید راجع به واکسن‌های آنفولانزا یک کمی صحبت بکنیم. ویروس آنفولانزا سالانه هزاران نفر رو درگیر میکنه. ما خودمون هم بارها تجربهش کردیم. تب، گلو درد، بدن درد، خستگی، سرفه، اسهال، استفراغ میتونه از علائم شایعش باشه. البته گاهی وقتا ویروس آنفولانزا میتونه خطرناک هم باشه، به خصوص در گروه‌های حساس. و اما مؤثرترین راه برای جلوگیری از ابتلا به ویروس آنفولانزا و عوارض ناشی از اون واکسن آنفولانزاه. همه واکسن‌هایی که امسال در دسترس ما هستش از نوع واکسن‌های 4 ظرفیتیه. یعنی 2 سویه از واکسن آنفولانزا نوع A و 2 سویه از واکسن آنفولانزا نوع B رو در واکسن قرار دادن که پیش بینی میشه این سویه ها از شایع‌ترین سویه های سال پیش رو باشه. برای تولید بیشتر واکسن های آنفولانزا از تخم مرغ استفاده میشه، یعنی ویروس آنفولانزا وارد سفیده تخم مرغ بارور شده میشه و در اونجا تکثیر پیدا میکنه. بعد جداسازی میشه توسط برخی از مواد شیمیایی یا حتی اشعه ها غیر فعال یا اصطلاحاً کشته میشه و حالا آماده است برای تولید واکسن آنفولانزا. این واکسن ها به دلیل اینکه حاوی مقداری پروتئین تخم مرغ هستن، میتونن در افرادی که داره سابقه حساسیت به تخم مرغ هستن باعث ایجاد واکنش‌های حساسیتی بشه. از این دسته از واکسن ها واکسن واکسیگریپ و اینفلووک در ایران موجوده. اما واکسن فلوگاری واکسن نوترکیبه. در واکسن های نوترکیب اون بخشی از ماده ژنتیک ویروس که مسئول ساخت بخشی از پروتئین های ویروسه که سیستم ایمنی رو تحریک میکنه از اون جدا میشه و وارد یک سلول دیگه میشه و اون سلول تعداد خیلی زیادی از اون پروتئین ها رو میسازه. پس اون قضیه تخم مرغ و حساسیت و اینها در رابطه با واکسن فلوگار وجود نداره. چه کسایی میتونن واکسن آنفولانزا رو بزنن؟ همه افراد بالای 6 ماه میتونن واکسن آنفولانزا رو تزریق بکنن، به این شرط که نسبت به واکسن آنفولانزا و مواد جانبی که داخل اون به کار رفته حساسیت نداشته باشن. اما برای چه کسانی واکسن آنفولانزا حیاتیه؟ برای سالمندان، برای کادر درمان، کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن مثل دیابت، بیماری‌های قلبی یا افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارن و خیلی افراد دیگه، اینها حتما باید واکسن آنفولانزا رو تزریق بکنن. اما چه زمانی باید واکسن آنفولانزا رو تزریق بکنن؟ واکسن آنفولانزا رو از شهریور تا آذر ماه میشه تزریق کرد، اما بهترین زمانش انتهای شهریور، تمام مهر ماه و ابتدای آبانه. تقریبا 2 هفته بعد از تزریق واکسن آنفولانزا در بدن ایمنی علیه ویروس شکل میگیره و این ایمنی تا 5-6 ماه در حد مطلوب خودش باقی میمونه. البته این به این معنی نیست که قرار نیست دیگه اصلا آنفولانزا بگیریم، ولی احتمال ابتلا به آنفولانزا به شدت کاهش پیدا میکنه و اگر مبتلا به آنفولانزا بشیم معمولا شدت بیماری خیلی خفیف‌تره. آیا ممکنه بعد از تزریق واکسن دچار عوارض بشم؟ همه واکسن‌های آنفولانزایی که در ایران موجود هستن از نوع غیر فعالن، پس نمیتونن باعث عفونت ناشی از آنفولانزا بشن. اما به هر حال ممکنه یک سری عوارض بعد از تزریق واکسن آنفولانزا وجود داشته باشه. شایع‌تریناش اینه، مثلا مثل درد و سوزش محل تزریق، سردرد، درد عضلات، یه تب خفیف و بیحالی و ضعف و اینها باشه که معمولا بعد از 1 تا 3 روز برطرف میشه. خیلی‌ها میپرسن که من پارسال واکسن آنفولانزا رو زدم، آیا دوباره لازمه که امسال هم بزنم؟ 100 البته، به خاطر اینکه ایمنی ایجاد شده علیه ویروس در طی زمان رفته کاهش پیدا میکنه و همچنین ویروس آنفولانزا دائما در حال تغییره. یا یه سوال دیگه، من سرما خوردم، میتونم واکسن آنفولانزا بزنم؟ اگه علائم سرماخوردگی خفیف مثل آبریزش بینی و عطسه و اینها وجود داره، بله مشکلی نیست. اما اگه تب وجود داره، بهتره تو فروکش کردن تب صبر بکنی. خب بریم سراغ واکسن‌های در دسترس. همه واکسن‌های موجود 4 ظرفیتی هستند، بس از این جهت تفاوتی با هم دیگه ندارن. واکسن فلوگارد رو صرفا میشه در افراد بالای 18 سال تزریق کرد، اما واکسن اینفلووک و واکسیگریپ تترا رو میشه از 6 ماه به بالا تزریق کرد و برای همه یه واکسن کامل یعنی نیم سیسی تزریق میشه. البته برای بچهای زیر 9 سال اگه برای بار اولی که دارن واکسن آنفولانزا میگیرن و سالهای قبل واکسن آنفولانزا تزریق نکردن، لازمه که 2 تا دوز با فاصله 4 هفته از هم تزریق بکنن. امیدوارم که پاییز سلامت و بدون آنفولانزایی داشته باشی. پاییز میرسد که مرا مبتلا کنه، بارنگ‌های تازه مرا آشنا کنه.